درود دوستان عزیز، برای زبان آموزان سطح مبتدی من یک داستان دیگر رو برای شما آماده کردم که امیدوارم ازش لذت ببرید. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم از برادران گریم به نام هنزل و گریتل هست. برادران گریم نویسندگان و زبانشناسان آلمانی بودند که توی قرن 19 زندگی میکردن. اونها به خاطر جمع‌آوری و نوشتن قصه‌های عامیانه که مردم آلمان به صورت شفاهی از قدیم بازگو می‌کردند معروف شدند. داستان‌های اونها مثل هانزل و گریتل، سیندرلا و سفید برفی به قصه‌های کلاسیک تبدیل شدند و امروز در سراسر جهان محبوبیت دارند. خب دوستان عزیز، بریم به سراغ داستانمون. من برای اینکه خسته کننده نباشه به صورت خلاصه تیکه به تیکه داستان رو برای شما تعریف میکنم و بعد جملات رو برای شما مینویسم. روزی روزگاری در کنار یک جنگل بزرگ دو خواهر و برادر به نام هنزل و گریتل به همراه ناپدری و نامادریشون در یک کلبه زندگی میکردند. ناپدریشون خیلی آدم مهربونی بود، ولی نامادرشون خیلی آدم بدجنسی بود و این بچه‌ها رو دوست نداشت. این خانواده خیلی فقیر بودن. پدر هیزم شکم بود و درآمد کافی نداشت. زندگی سختی داشتن و بعضی موقع‌ها حتی غذایی برای خوردن نداشتند. Der Vater ist ein armer Holzfäller. Ein armer Holzfäller. پدر یک هیزم شکن است. Die Mutter ist böse. Die Mutter ist böse. مادر بدجنس است. Sie haben nicht genug Essen. Sie haben nicht genug Essen. آنها غذای کافی ندارند. Hänsel und Gretel sind Geschwister. Hänsel und Gretel sind Geschwister. هانسل و گریتل خواهر و برادر هستند. یک روز مادر خونه که خیلی آدم سنگدلی بود به همسرش گفت ما باید یه جوری از دست این بچه‌ها راحت بشیم. تو باید این بچه‌ها را به جنگل ببری و اونا رو اونجا رها بکنی. ولی پدر خیلی ناراحت بود و نمیخواست این کار رو انجام بده، ولی مجبور بود که به حرف همسرش گوش بده چون ازش میترسید. Die Eltern sind sehr arm. Die Eltern sind sehr arm. والدین بسیار فقیر هستند. Die Mutter hat einen Plan. Die Mutter hat einen Plan. مادر یک نقشه داره. Sie will die Kinder im Wald aussetzen. Sie will die Kinder im Wald aussetzen. اون میخواهد بچه‌ها را در جنگل رها کند. Der Vater ist traurig. Der Vater ist traurig. پدر ناراحت است. ولی پدر مادر نمیدونستن که هنزل داره حرفای اینا رو گوش میده. هنزل بسیار ناراحت شد و تصمیم گرفت که کاری انجام بده. Hänsel hört den Plan. Hänsel hört den Plan. هانسل نقشه را میشنود. هانسل برای اینکه بتونه مسیر برگشت رو پیدا بکنه وقتی که پدر اونا رو توی جنگل رها میکنه تصمیم میگیره که سنگریز جمع بکنه که وقتی به سمت جنگل میرن این سنگا رو توی جاده بندازه تا بتونه مسیر برگشت رو پیدا بکنه. Hänsel sammelt kleine Steine. Hänsel sammelt kleine Steine. هانسل سنگ‌های کوچک جمع می‌کند. فردای اون روز پدر با چهره بسیار غمگین این خواهر و برادر رو دستشون رو میگیره و میبره به سمت جنگل و هانسل یواشکی سنگ‌ها رو توی مسیر رها میکنه و اونها به عمق جنگل میرن، جایی که تا حالا این خواهر و برادر نرفته بودند. Der Vater nimmt die Kinder in den Wald. Der Vater nimmt die Kinder in den Wald. پدر بچه ها را
به جنگل میبرد. هنزل lässt Steine fallen. ما از دو فعل لاسن و فالن استفاده میکنیم که وقتی این دوتا رو با هم استفاده میکنیم به معنی رها کردن، ول کردن، انداختن معنی میده که توی جایگاه دوم فعل لاسن رو میذاریم و صرف میکنیم و فالن رو همیشه آخر به صورت مصدر مینویسیم. هنزل lässt Steine fallen. هانزل سنگ ها را میاندازد. Sie gehen tief in den Wald. Sie gehen tief in den Wald. آنها به عمق جنگل می روند. پدر به یک بهانه‌ای بچه‌ها رو توی جنگل رها میکنه و میره. ولی هانسل و گریتل که اونجا تنها شدن با کمک سنگ‌هایی که هانسل توی مسیر انداخته بود میتونن راه خونه رو پیدا بکنن و دوباره به خونه برمیگردن. Der Vater setzt die Kinder im Wald aus. Der Vater setzt die Kinder im Wald aus. پدر بچه‌ها رو در جنگل رها می‌کند. Sie finden den Weg nach Hause. Sie finden den Weg nach Hause. آنها راه خانه را پیدا می‌کنند. Die Steine zeigen den Weg. Die Steine zeigen den Weg. سنگ‌ها راه را نشان می‌دهند. مادر با دیدن اونا عصبانی میشه و از این موضوع اصلاً خوشحال نیست و اون میخواد دوباره یه جوری از شر این بچه‌ها خلاص بشه و دوباره همسرشو مجبور میکنه که اونا رو به جنگل ببره. ولی این سری هانسل دیگه وقت نمیکنه که سنگ ریزه جمع بکنه و به جای اون مقداری نون خرد رو توی جیبش میذاره و اونا دوباره به جنگل میرن. Die Mutter ist nicht glücklich. Die Mutter ist nicht glücklich. مادر خوشحال نیست. Sie will die Kinder wieder loswerden. Sie will die Kinder wieder loswerden. او میخواهد دوباره از شر بچه‌ها خلاص بشه. Sie gehen wieder in den Wald. Sie gehen wieder in den Wald. آنها دوباره به جنگل میروند. Diesmal hat Hänsel keine Steine. Diesmal hat Hänsel keine Steine. این بار هانزل سنگ ندارد. هانسل برای پیدا کردن مسیر برگشت دنبال خورده نونها بود ولی نمیدونست که اون نونها رو پرنده ها خوردن. به خاطر همین موضوع این خواهر و برادر توی جنگل گم میشن و همینطوری که خسته و گرسنه توی جنگل میگشتن یک دفعه به یک کلبه عجیبی برمیخوردن. این کلبه عجیب و غریب در و دیوار و سقفش از جنس شکلات و کیک و آب نبات و نون بودش و از اونجایی که این خواهر و برادر خیلی گرسنه بودن شروع میکنن از دیوارهای این خونه شکلات و آب نبات میخورن. Sie sehen ein Haus aus Brot und Kuchen. Sie sehen ein Haus aus Brot und Kuchen. آنها خانه از نان و کیک میبینند. Sie sind sehr hungrig. Sie sind sehr hungrig. آنها بسیار گرسنه هستند. Sie essen Schokolade von der Wand. Sie essen Schokolade von der Wand. آنها شکلات از دیوار میخورند. هانسل و گریتل همینطور که مشغول خوردن شکلات بودن یک دفعه میبینن که در اون کلبه باز میشه و یک پیرزن مهربون به اونا خوش آمد میگه و اونا رو دعوت میکنه به داخل خونه و به این خواهر و برادر غذاهای زیادی میده. ولی یک دفعه قیافه این زن عوض میشه و تبدیل به یک پیرزن جادوگر میشه و این پیرزن هانسل رو داخل یک قفس میندازه. Eine alte Frau kommt aus dem Haus.
Eine alte Frau kommt aus dem Haus. یک زن پیر از داخل خونه میاد بیرون. Die alte Frau gibt den Kindern viel Essen. زن پیر به بچه‌ها غذای زیادی میده. Die alte Frau gibt den Kindern viel Essen. Die alte Frau sperrt Hänsel in einem Käfig. Die alte Frau sperrt Hänsel in einen Käfig. زن پیر هانسل رو توی قفس حبس میکنه، زندانی میکنه. همینطور گریتل رو مجبور کرد که توی خونه کار بکنه و اون رو کتک میزد و اذیتش میکرد. هانسل باید توی قفس میموند تا چاق بشه تا اینکه به موقعش جادوگر ما اون رو بخوره. ولی جادوگر قصه ما خیلی گرسنه بود. پس تصمیم گرفت که هانسل رو بخوره. پس سراغ تنور رفت و یک آتشی روشن کرد. ولی از اونجایی که گریتل دختر باهوش و زرنگی بود، از موقعیت استفاده کرد. وقتی دید که جادوگر نزدیک تنور ایستاده، از پشت رفت و اون رو هل داد داخل تنور و اون جادوگر ترسناک ما در تنور سوخت. Gretel muss für die alte Frau arbeiten. Gretel muss für die alte Frau arbeiten. Gretel باید برای پیرزن کار بکنه. Die alte Frau macht ein Feuer im Ofen. Die alte Frau macht ein Feuer im Ofen. پیرزن آتشی در تنور روشن می کند. Hänsel und Gretel flüchten schnell aus dem Haus. Hänsel und Gretel flüchten schnell aus dem Haus. هانزل و گریتل به سرعت از خونه فرار می کنند. ولی وقتی این خواهر و برادر داشتن خونه رو ترک می کردن، به یک دفعه چشمشون به یک صندوقی می خوره و میرن در اون صندوق رو باز می کنن و می بینن یک گنجی داخل این صندوقه. پس این گنج رو بر می دارن و از خونه میرن بیرون و بر می گردن به خونه و مسیر رو میتونن دوباره پیدا بکنن و از شانسشون نامادریشون از بین رفته بود و وقتی ناپدری اونها بچه ها رو میبینه از شوق دیدن اینها گریه میکنه و اونها رو بغل میکنه و با گنجی که این بچه ها آورده بودن اینها بسیار ثروتمند میشن و با خوبی و خوشی کنار همدیگه زندگی میکنند. Die Kinder finden viele Schätze im Haus. Die Kinder finden viele Schätze im Haus. بچه‌ها گنج‌های زیادی در خانه پیدا می‌کنن. Sie nehmen die Schätze und verlassen das Haus. Sie nehmen die Schätze und verlassen das Haus. آنها گنج‌ها رو برمی‌دارن و خونه را ترک می‌کنن. خب دوستان اینم از قصه ما. امیدوارم که به شما کمک کرده باشه.